میریم بچه ها موتور سواری. بیا همینجور بچخ. آها اینا آها. این دومین رایدمونه با بچه های ایرانی توی تورنتو. آقا حد امروز قراره کجا بریم تا کجا؟ میریم تا بری، تقریبا نزدیک 400 کیلومتر راید میکنیم، رفت و برگشتمون حدود 400 کیلومتر میشه. میریم لذت میبریم. ایمنی رو خیلی رعایت کنی. الان منو میبینی، کاپشن موتور سواری، شلوار موتور سواری، کفش موتور سواری، کلاه، اینا همه چی برای ایمنی. همه بچه‌ها میبینی، همه موتور سنگین سوار، همه میبینی با کاپشن با لباس. این سیفتی رو خیلی رعایت کنید. آقایی هم هست. شما 9 من هست. شما 10 من 11. آقا رضا شما 12. مرسی. من آخر نفرم. این موتور سرگروهه، من بهش میگم اوستا آقا رضا. بعد این موتور کوچولو مال منه، آخریه. خب اینه بله اینشون هستن که گفتم اوستا. مرسی ممنون. رئیس گروه همه رو جمع میکنه دور هم. آقای شما مرسی. بچه‌ها هست. آقا رو داداش سلام میکنه. موتوراشونو ببین. اینم از اینم موتور آقای منه. این موتور آقا رضاست ماشاءالله. این موتور آقا رضا. این دوتا هم هست. چی فرمودین؟ از 9.99. عالیه. از سر پیچا سعی کن که یه خود بدنتو لین بدی. So far you're doing very good. کیپ اپ کردی با همه. that's I like. مرسی واقعا. من گفتم حالا اعصابتون خورد میشه. نه. It's all good. الان ساعت چنده که اینجاییم؟ چقدر درایو کردیم آقا هست؟ الان یه ساعت درایو کردیم، اومدیم اینجا یه بریکی بگیریم، اینجا باز دوباره میریم یه ساعت دیگه، بعد دیگه وای میسیم اونجا بهتون حسابی گپ میزنیم. ولی خیلی خوش گذشت اگه واقعا یک ساعت تو راهیم. آره الان ساعت چقدره؟ الان ساعت ما 9:30 راه افتادیم، الان 10:30 دیگه. وقتی یک ساعت تو راه. آره وقتی گروپ هستی همینجوریه، تایم خیلی فست میگذره. خیلی خوش میگذره. خیلی بچه‌ها واقعا اگر موتور دارین خیلی این موتور سواری گروهی واقعا میچسبه. گروهی باره، ولی احتیاط خیلی باید بکنید. فاصله هاتون رو رعایت کنید، به لیدرتون گوش کنید، به کاپیتان گروهتون گوش کنید. عقب جلویی هم نداره کی اوله کی آخره. لذتشو ببرید با هم لذت. مثلا من پیرمرد آخرم. من پیرمرد آخرم. منم یکی مونده به آخرم. ولی بعد بنده بادیگارد ایشون هم هستم. استوفیل رو رد کردیم. آره. ما تقریبا از تورن هیل شروع کردیم. الان درست میگم تورن هیل. بعد الان استوفیلیم. نمیدونم دیگه. این هم شوهر رویا. اونایی که می‌خواستن بگن این لویاست، این خواهر کوچولو منه، زن اینه، ولی استاشون منه. آره. رئیسشون منه. آقا رضا اومد ازم پرسید، گفتش که چند وقت درایو میکنی؟ گفتم یه ماهه. گفت معلومه. بعد گفتم نمره بهم بده. گفت از 10 چند؟ گفت 9.99. خیلی خوب بهم داده دیگه. آره دیگه. باز دوباره یه جای دیگه ایستادیم استراحت، یه کافی بخوریم، خوراکی. کسی که بنزین لازم داره بنزین بزنه. اون موقع یواش بیارش پایین، یعنی با ضرب نیارش پایین. میدونی منظورم چیه؟ با ضرب که بیاری پایین موتورت اینجوری میشه. اگه موتورت کمک و ایناش همه چی اوکی، ولی کلا دور موتور تا نمیشه نگاه. رو دور موتور چند بعد باشه؟ یعنی از 4 بار شروع کاتاف بالا. کاتاف یعنی چی؟ آفرین. بعدش 8 9 بیشتر پی ام دیگه آخرش. بعد آر پی ام چی؟ پی ام رانینگ پر مینیت. سایکل خود پیستون آر پی ام. بعد نشون میده اینا رو موتور؟ بله. موتور من نداره فکر خب بعضی کنم. موتورا داره باشه. موقعی که بیاریش پایینا موتورت اینجوری احتمال زیاد خیلی میزنه زمین. آره. این خط نرید. نفر اول با لید جلو، نفر دوم با لید جلو، نفر سوم با لید دوم، نفر چهارم با لید. اینا رو همه آموزش میدن که گروه تمیز حرکت کنه. دیگه این که گیرم اومد خدا اینو به هم داد، شد خواهر کوچولو گلم. قبول ندارم. مرسی دیگه خواهر کوچولو. آقا احد
خوش میگذره؟ بله خیلی عزیزم. با بچه ها اومدیم الان دیدی گفتم خسته نمیشیم الان 3 ساعت داریم راید میکنیم ما. فکر کن. آقا چی گفتین؟ گفتم موتور تنها رفیقیه که اگه بزنتت زمین تو دنیا خودش هم باید میخوره زمین. تقریبا ساعت 1 ظهر ما رسیدیم اوريليا فکر کنم اسمشه و موتورا رو پارک کردیم داریم بریم توی این رستورانه غذا بخوریم. سفارش دادیم. خوشگله آقای تو خیلی غذات خوشگله. بچه ها الان دارن آموزش تکشف زدن میدن. اینا خیلی بد آموزی دارن. تو راه برگشتیم اونجا که غذا خوردیم یه کوچولو استراحت کردیم. الان یه جا نگه داشتیم بین راه. بعد بذار بهتون نشون بدم که اینا دارن چیکار میکنن.